سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرشید سهراب هستم، نوازنده و مدرس ساز سنتور. تو این ویدیو قصد داریم قطعه شماره 15 از کتاب دستور سنتور استاد فرامرز پایور تصنیف هزار آفرین رو با هم دیگه کار بکنیم و نوازندگیش رو یاد بگیریم. قبل از هر چیز ممنون میشم کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک بکنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. این راهی است که شما میتونید من رو حمایت کنید و به من انرژی و انگیزه بدید که این مسیر رو هر چه بهتر ادامه بدم. لینک دونیت هم این پایین گذاشته شده. میتونید با حمایت کردن من به من انرژی بیشتری بدید، انگیزه بیشتری بدید که من ویدیوهای بیشتری رو با کیفیت بهتر برای شما تولید میکنم. ممنون که تا آخر ویدیو با من هستید. بریم که ویدیوی خوب داشته باشیم. خب این قطعه شماره 15 از کتاب دستور سنتوری، قطعه 3/4 3 ضربیه. میدونید دیگه، یعنی در هر میزان 3 تا نوت سیاه وجود داره. تمرین این قطعه مثل قطعه بالاییش قطعه 14 تمرین کردن نوت‌های جفته، نوت‌های دوبلی که میزنیم. ولی چیزی که هست اینجا همه دوبلا روبروی همدیگه هستن و بعضیاشون زرد و سفیده، بعضیاشون سفید و پشت خرکه. باید به این نکته توجه کنید. نوتایی که پایین خطوط حامل هستن زرد و سفیدن دیگه، جفتایی که به سمت پایینن، و نوتایی که بالای خطوط هستن باید رو سیمای پشت خرک اجرا بشن و معمولا جفت سفید و پشت خرک داریم توی این قطعه. خب شروع می‌کنیم، خط به خط میریم جلو و نوتاشو میخونیم و با هم دیگه کار می‌کنیم. اولش 2 تا فا داریم به صورت تک با دست راست رو سیمای زرد و بعد از اون چند تا جفت دو داریم. پس از اول من میخونم میام جلو. فا فا دو 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 دو، میزان سوم میشه جفت سی سکوت دو سی لا سکوت. اجراش میکنیم روی سنتور کل خطو. فا فا میزنیم 1 2 3 1 2 3. چیزی که تو این قطعه خیلی اهمیت داره اینه که وقتی میخواید جفت بزنید دستاتون از هم دیگه باز بشه. خیلی وقتا من تو هنرجام میبینم که موقعی که میخوان جفت زرد و سفید بزنن، مثلا چون اینجا فاصله نوتا از هم زیاده، دستا اینطوری میشه، مضربا کج میشه، اینطوری میزنن. این اشتباهه. باید دستاتون از هم دیگه باز بشه، یا اینکه اینجا کنار هم دیگه نباید بزنیم. باید همون جایی که وقتی به صورت تک میزنید تقریبا 4 سانتی متر از خرک فاصله میدید، موقع جفت زدن هم همینه، دستا از هم دیگه باز بشه. اینو بهش توجه بکنید. خیلی خوب. بعد آخر خط دو خط تکرار داریم، یعنی خط اول باید 2 بار اجرا بشه. میریم سراغ خط دوم، دوباره 2 تا فا رو سیمای زرد و بعد ادامهش نوتامون میشه فا سل لا سی سل سکوت لا سی دو. اجراش میکنیم روی ساز. فا 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 سل لا سی سل لا سی دو. اگه بخوایم با شمارش بزنیم به این شکل میشه 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. میریم سراغ خط سوم. اولش دوباره 2 تا فا رو سیمای زرد داریم و بعد جفتایی که داریم اولیش جفت فا هست که دقت کنید کنار فا 9 گذاشته، خرک نهم سفید و پشت خرک این بالا اینجا باید این جفت رو بزنید. پس میشه فا می ره دو سی که اینا همه پشت خرکن و بعد میایم رو سیمای زرد و سفید میزنیم دو سی لا. این خط رو اجرا میکنم. فا 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 می ره دو سی لا. میشماریمش 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. بعدش 2 خط تکرار داریم که بعد از خط قبلی، از خط دوم 2 خط رو تکرار بکنیم. حالا من که خواستم کامل اجراش بکنم با تکرارش براتون اجرا میکنم. میریم سراغ خط چهارم. دوباره 2 تا فا رو سیمای زرد و ادامهش جفتایی که رو سیمای پشت خرک و سفید میخوره. نوتامون میشه ر دو سی دو ر سکوت ر دو سی. میزنیمش رو ساز. فا فا ر دو سی دو ر دو سی. شمارشش 1 2 3 1 2 3 1 2 3
خط آخر دوباره 2 تا فا رو سیمای زرد، بعد نوتامون میشه دو سی لا سی دو سی لا که این قسمت همه نوت‌ها پایین خطن و زرد و سفید باید اجرا بشن. اجراش میکنیم 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 و بعد این دو خط تکرار که باید 2 خط آخر رو دوباره تکرار بکنیم. من این رو با مترونوم براتون میزنمش، گوشش بدید. سرعتی که مشخص کرده سرعت 63 هست، مترونوم باید بذاریم رو 3 ضربی. خب سرعت پایینه، کلا این قطعه اولیه کتاب استاد پایور سرعت رو خیلی پایین گرفت استاد پایور که دقت مضرباتون بیشتر بشه و کیفیت اجراتون بالاتر بره و کلا تمرین بکنید که بتونید اول با سرعت کم بزنید، بعد آروم آروم سرعت رو ببرید بالا. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 چیزی که خیلی مهمه در اجرای این قطعه اینه که این دوبل هایی که میزنید دقیقاً هم قدرت و همزمان بخوره. یعنی معمولا اینطوری که دست چپ یه ذره زودتر میخوره، این اشتباهه. بشنویم ضربات کاملا همزمان باشه و سعی کنیم دست راست و چپمون هم قدرت باشه که این دو تا صدا تو هم مخلوط بشه، یه صدا غالب بر اون یکی نباشه. و بعد اگه دوست داشتید میتونید شعرش هم روش بخونید. مثلا توی خط اول نوشته جانا هزاران آفرین روی خط اول خونده میشه، تکرار خط اول بر جانت از سر تا قدم. قسمت بعد سانه خدای کین وجود توی خط دوم، آورده بیرون از عدم خط سوم که تکرارش میکنیم، همین شعر رو تکرار میکنیم. توی خط چهارم بار اول که داریم میزنیم خط چهارم میشه میزد به شمشیر جفا، خط پنجم میرفت و میگفت از قفا. وقتی تکرار میکنیم اون قسمتی که شماره 2 نوشته میخونیم سعدی بنالیدی زما توی خط چهارم تکرار و تکرار خط آخر مردان ننالند از علم هست. من براتون با شعرش هم اجرا میکنم که بشنوید.
اینم از شعرش. امیدوارم که این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. ممنون که تا آخر ویدیو با من بودید. خوب و خوش باشید.